جانم جان ما در خانه مهمان داریم. نه کسی نیست. برای چی چراغ‌های همه حجره ها روشنند؟ خودم روشن کردم. خانه کی روشن باشد دل هم روشن می شود. درست، لیکن چراغ یک حجره را روشن کنید کفایه است. خواهی برق رو صرفه نمایید تو. شما فقط در فکری صرفه، فکری پول، بهترش به خانه گذارید. از کار آمده مانده شده اید. شینید، حالا من خوراک میکشم. نگفتم که قوه برق و صرف کرونا اسپرانم. اکنون قوه تلفن تموم شود چیکار میکنی؟ در این طوری که برق را عاقلانه استفاده برید تا دیگران هم به آن دسترسی داشته باشند.